إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و بعد. بینندگان و شنوندگان محترم، موضوعی که میخواهم روی آن صحبت کنم تربیه اولاد است. شک نیست که ما همه انسان ها در جستجوی چیزی هستیم که به نام سکون، آرامی، سعادت و خوشبختی یاد می شود. سکون و آرامی و امنیت و سعادت و خوشبختی که همه انسان ها در جستجوی آن هستند، وقتی به دست می آید، وقتی تحقق پیدا می کند که یک جامعه سالم، جامعه که افراد آن به صورت درست تربیه یافته شده باشند به وجود بیاید. لذا بدین خاطر تربیه فرزند یا تربیه اولاد به خاطر تحقیق آرامی، امنیت، سکون و سعادت رول اساسی را بازی می کند. هرگاه بخواهیم اولاد خود را درست تربیه کنیم یا اولاد تربیه یافته داشته باشیم، باید که در ابتدا با اساسات تربیه که عبارت از فامیل یا خانواده تربیه یافته هست باید به آن متوجه بوده باشیم. برادران محترم، این شک نیست که تربیه اولاد ابتدا از طرف فامیل، یعنی از طرف پدر و مادر صورت می گیرد. بنابراین به خاطر تربیه اولاد باید هر فامیل، هر خانواده برای پسر خود همسر تربیه یافته و برای دختر خود شوهر تربیه یافته پیدا کند. چرا که طوری که در حدیث شریف آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند و میفرمایند که کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر فرزند یا هر مولود، هر نوزاد بر فطرت ایمانی پیدا می شود، یعنی بر گزینش ایمان، فطرتی که در روز الستو بربکم قالوا بلا، الله تعالی در روز الستو بربکم از همه مخلوقات اعترافشان را گرفت بر این که آن ذات ذوالجلال رب و پروردگار همه مخلوقات هست. همه بلا گفتند، یعنی آره گفتند تو پروردگار ما هستی. هر مولود، هر نوزاد بر همان فطرت پیدا می شود. سپس پدر و مادر هستند که آن مولود و آن نوزاد را بر فطرت پاک اسلامی که پیدا شده است بر همان فطرت تربیه داده، یا این که آن نوزاد را از فطرت اسلامی کشیده یهودی و یا نصرانی میگردانند. چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم طوری که مهربانی کردند فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، یعنی سپس پدر و مادر آن نوزاد را یا یهودی میگردانند یا نصرانی میگردانند یا مجوسی میگردانند. بنابراین از این معلوم می شود که اساس تربیه از خانواده شروع می شود. به خاطر اینکه ما اولاد خود را درست تربیه کنیم یا اولاد تربیه یافته داشته باشیم، پس باید که هر پدر در فکر و جستجوی این بوده باشد که
برای فرزند خود همسر تربیه یافته، همسر مسلمان، همسر درست و برای دختر خود شوهر تربیه یافته، شوهر مسلمان، شوهر درست پیدا کند تا اینکه در آینده نسل آنها بر اسلام تربیه پیدا کنند. اساسات انتخاب همسر را حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که تنکح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. یعنی شروطی که زن با آن اساس به نکاح شوهر می درآید 4 چیز است. یعنی با 4 سبب زن یا همسر دختر می تواند در نکاح شوهر درآید. آن 4 سبب را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده. می فرمایند که سبب اولی چی است؟ مالش است. یعنی به خاطر مال و ثروت بسا جوانان در ازدواج با دختران می گردند. سبب اول بود. سبب دوم لحسبها، به خاطر اصل و نسب نیکو، خوب و درست. یعنی دختری که دارای اصل و نسب صحیح است، دارای فامیل و خانواده اصیل و عریق در اسلام است، با این سبب یعنی با جوانها یا مردان میخواهند که دختر را به نکاح خود درآورند. سوم به خاطر مالها ولی حسبها ولی جمالها. چیزی سوم به خاطر چیست؟ به خاطر حسن و زیباییش. بسا جوانها هستند که در جستجوی حسن و زیبایی دختران میگردند. وقتی دختر زیبا را پیدا کنند آن را به نکاح خود می درآورند. چهارم ولی دینها، یعنی سبب چهارمی که دختر به نکاح شوهر می درآید دین دختر است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که جوان خطاب نبوده، می فرمایند میگن که ای جوان مسلمان تو در جستجوی دین شو، به خاطری که سعادت در همین تحقیق پیدا می کند و در همین به دست می آید. بنابراین طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند این یک موضوع فطری است که جوان همیشه در جستجوی این است که زن را به خاطر مال یا به خاطر اصل و نسب یا به خاطر زیبایی یا به خاطر دین در نکاح درآورد. لیکن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن تاکید نمودند این است که موضوع دین است. پس باید هر جوان متوجه بوده باشد که در جستجوی زن شود که دیندار، متدین، یعنی از تربیه دینی برخوردار بوده باشد. هرگاه زن از تربیه دینی برخوردار بوده باشد در آینده نسل یا اولاد خود را بر تربیه دینی تربیه داده و یک فامیل اسلامی، یک فامیل درست، یک فامیل که سعادتمند در دنیا و آخرت باشد بار می آید. بسا جوانها هستند که موضوع دین را در نظر نمی گیرند، پشت حسن و زیبایی می گردند. بعد از آن که در زندگی خانوادگی شروع می نمایند و سپس اولاددار می شوند می بینند که آن حسن و زیبایی در حقیقت که زندگی سعادتمندانه را به بار نمی آورد، زیرا که بسا دخترها هستند که با حسن و زیبایی خود مغرور شده. اگر جوان کمی از حسن و زیبایی پس مانده باشد در زندگی خانوادگی مشکلات را پیدا می نمایند. و اگر دختری که از دین بیخبر بوده باشد شک نیست که در آینده بعد از این که اولاددار می گردد اولاد خود را، زیرا که طوری که قبلا گفتم اولاد تربیه ابتدایی و اصلی و اساسی خود را از فامیل می گیرد. بنابراین زنی که از تربیه دینی برخوردار نباشد اولاد خود را به تربیه اسلامی تربیه نمی نماید.
سپس اولاد آن یک اولاد منحرف بدبخت، یک اولاد 4 عیب شریکی میگویند بار می آید. هرگاه اگر زن و مرد هر دو تربیت یافته باشند، طفلی که در خانه آنها پیدا می شود، آن طفل شک نیست که از تمام نشست و خیز، گفت و شنود، خورد و خوراک، خواب یا بیداری، تمام حرکت ها و سکنات ها یا عدم حرکت ها چی می کند؟ طفل استفاده می نماید. طفلی که در خانه یک فامیل متدین پیدا می شود، پدر و مادر خود را می بیند که نماز ادا می کنند، شک نیست که از رویه و روش آنها متاثر شده، آن طفل هم کوشش می کند که باید مثل آنها نماز ادا کند. طفلی که در خانه متدین و دیندار پیدا شده است، شک نیست که ابتدا مادر آن طفل را با اساسات دینی آشنا می سازد، سپس پدر، و بعد از آن که طفل اساسات دینی را در خانه فرا گرفت، سپس رهسپار مسجد، مدرسه، مکتب می شود و به همان شکل با یک طفل تربیت یافته چی می آید؟ بار می آید. ما متاسفانه در جامعه ما بسا اطفال را بگذاریم، بسا جوانها را می بینیم و مشاهده می کنیم که از تربیت اسلامی برخوردار نیستند. من خود شخصا بسا جوانها را دیدم که در مسجد به خاطر فرا گرفتن درس قرآن کریم حاضر می شوند، لیکن متاسفانه که توانمندی تلاوت قرآن کریم را ندارند. حتی بسا جوانها پیدا می شوند، فعلا در جامعه ما بسا جوانها پیدا می شوند که از نماز خود بیخبرند، در حالی که ما همه می دانیم که رکن دوم اسلام ادای نماز است. بعد از این که مسلمان به اسلام مشرف می شود، چیزی اساسی که باید به آن متوجه بوده باشد و احکام آن را فرا گیرد نماز است. لیکن جای بسیار تأسف و اندوه و غم است که بسا جوانان ما از نماز بیخبرند. چرا؟ علت این است که جوان تربیت درست از طریق فامیل فرا نگرفته است. اگر فامیل جوان یک فامیل متدین، فامیل با خبر از اسلام، فامیل مسلمان باشد، فامیل مسلمان و متدین جوان را از ابتدا به تربیت اسلامی وادار ساخته و خود الگو برای جوان می گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که شما فرزندان خود را در 7 سالگی به نماز دستور دهید. اگر در 10 سالگی نماز نخواندند، آنها را به شکل تعذیب بزنید. یعنی چنانچه که در لفظ حدیث آمده است که مروا ابناءکم بالصلاة و هم فی 7 سنین واضربوهم علیها ل10. شما فرزندان خود را در 7 سالگی به نماز امر کنید و به خاطر نماز در 10 سالگی بزنید. اگر طفل ما پیش از 7 سالگی حرکات نماز را از پدر و مادر فرا گرفته باشد و از پدر و مادر تعلیمات ابتدایی در ارتباط با نماز را شنیده باشد، سپس در 7 سالگی همراه پدر راهی مسجد شود و آهسته آهسته تا 10 سالگی به نماز عادت گیرد، از احکام نماز با خبر شود، ما یقین داریم که ان شاء الله وقتی که طفل به 10 سالگی میرسد ضرورت به زدن هم پیدا نخواهد شد. لکن متاسفانه ما فعلا محصلینی داریم که در پوانتون ها درس میخوانند، لیکن از احکام نماز بیخبرند و از نماز غافلند و بیخبر از این که اولین حکمی که اولین چیزی که همراه مسلمان در آخرت
حساب و کتاب می شود نماز است. طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی کرده می فرمایند که اول ما یحاسب علیه العبد الصلاة، اول ما یحاسب علیه العبد یوم القیامت الصلاة. اولین چیزی که بنده در روز قیامت با وی حساب و کتاب صورت میگیرد چی است؟ نماز است. پس جامعه اسلامی، ما که همیشه زمزمه میکنیم که جامعه ما یک جامعه اسلامی است، کشور ما یک کشور اسلامی است و ما هم الحمدلله مسلمان هستیم، و در حقیقت این ادعای ما وقتی تحقق پیدا میکند، وقت صحت مییابد که ما به احکام اسلام آراسته بوده باشیم. این چه قسم می شود که ما بگوییم که ما مسلمان هستیم و از نماز بیخبر باشیم، ما مسلمان هستیم و نماز را ادا نکنیم. این بسیار یک کلان بدبختی جامعه است که جامعه ای که ادعای مسلمان بودن یا اسلامی بودن را سر بدهد لیکن از نماز بیخبر و از نماز غافل بوده باشد. بنابراین برادران محترم، به خاطر که جامعه ما یک جامعه مسلمان و متدین بار آید، ما باید که در تهداب جامعه توجه کنیم. تهداب جامعه در حقیقت چی است؟ خانواده است، فامیل است، فامیل متدین، فامیل مسلمان. هرگاه اگر ما بتوانیم فامیل ها را فامیل متدین بسازیم، فامیل متدین بار آوریم، شک نیست که جامعه در پی آن یک جامعه اسلامی، جامعه متدین بار می آید. برادران محترم، طوری که دختر برای ازدواج دختر یک سلسله اسباب یا یک سلسله شرایط، یک سلسله معیارها وجود دارد، همچنین برای انتخاب شوهر نیز معیارها وجود دارد. دختری که با کسی ازدواج میکند باید کوشش کند، باید در این فکر بوده باشد که شوهری که انتخاب میکند باید یک شوهر مسلمان، یک شوهر صالح، یک شوهر نیکو، یک شوهر خوب متخلق با اخلاق اسلامی بوده باشد. طوری که الله تعالی در قرآن کریم می فرماید و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. الله تعالی می فرماید که شما به شوهران و به همسران، ایاما یک لفظ عام است، همه را در بر میگیرد، به همسران خود را و به شوهران خود را به نکاح در آورید و همچنین مردان صالح، مردان مسلمان صالح و نیکوکار از غلامان و از بردگان خود را چی کنید و همچنان زنان نیکوکار و صالح از بردگان خود را به نکاح در آورید. یعنی معیاری که زن باید در نظر بگیرد در ارتباط با شوهر کردن با کسی این است که باید شوهر را یک شوهر مسلمان متدین متخلق با اخلاق اسلامی بوده باشد. متاسفانه که در عصر کنونی ما اکثر دخترها در پشت این میگردند که جوان را انتخاب کنند که باید که دارای وظیفه بوده باشد، دارای خانه بوده باشد، جوانی بوده باشد که در خارج بوده باشد. یعنی معاییر دنیوی، در حقیقت این معاییر دنیوی بسیار معاییر بی ارزش است و در آینده برای تربیه فرزند بسیار آثار بد را بار می آورد. بسا مردان هستند که از اخلاق اسلامی برخوردار نیستند لیکن سرمایه دار هستند. وقتی که سرمایه بدون دین چی به درد می خورد؟ در آینده اولادی که در چنین فامیل پیدا می شود از اخلاق اسلامی به دور می ماند. بنان ما همه
کوشش کنیم، هر دو جانب باید کوشش کند. فامیل پسر در جستجوی دختر درست، دختر مسلمان، دختر متخلق به اخلاق اسلامی، و فامیل دختر باید در جستجوی پسر مسلمان، پسر متدین، پسر متخلق به اخلاق اسلامی بوده باشد، تا اینکه از ازدواج این دو تن یک فامیل درست متدین و سپس ان شاء الله از این دو اولادهای تربیه یافته، اولادهای متدین، اولادهای متخلق به اخلاق اسلامی بار آیند. امید است که ما همه متوجه این ارشادات دینی و اسلامی شویم تا اینکه جامعه ما یک جامعه متخلق، جامعه مسلمان، جامعه پر امن، پر سکون، جامعه که راحت بخش، جامعه که با سعادت، جامعه که همه در پشت آن در جستجوی چنین جامعه هستند، چنین جامعه بار آید. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. إن